به دستای پوتین به دقت خوب نگاه کنید دوستای عزیز. این ویدیو از شبکه بیلد آلمان پخش شده که شما فکر نکنین فیکه. اینا هم به این موضوع پی بردن. در واقع پوتین رو نگاه کنین، این در حدود 1 ساعت سخنرانی میکنن. اینا ویدیو رو با سرعت ضرب در 50 یعنی خیلی دور و تندش کردن که در 1 دقیقه یا 2 دقیقه ختمش کنن. ولی شما خوب دقت بکنین اصلا دستای 6 تکانی نمیخوره. در این سخنرانی که 1 ساعت میاد صحبت میکنه کلا حتی 1 ناخونش هم تکان نمیخوره. آیا به نظر شما امکان داره که یک انسان بتونه 1 ساعت دست روی دست اینجوری صحبت کنه و هیچ حرکتی نکنه دستایش یا بقیه بدنش یا یک کمر خودش را راست نکنه خسته نشه؟ این همینجور نشسته دقیقا مثل یک ربات. شما باور کنین که اکثر سیاستمدارها اینها در واقع انسان نیستن که میان توی تریبون‌ها توی مجالس